رژیم‌های غذایی مختلف رو امتحان کردی ولی بعد یه مدت با روتین زندگیت متضاد بوده و ولش کردی؟ امروز 5 تا کار ساده که رمز و راز لاغری سلامتی تو تضمین میکنه و یه روتین زندگی سالم برات میسازه رو بهت میگم. آخر ویدیو قرار خیلی هیجان انگیز باشه چون یه رژیم لاغری ساده و سالم رو بهت آموزش میدم. پس همراه هم باش. اولین مورد مصرف غذاهای سالمه. شده تا حالا فکر کنی هر چی میخوری فایده نداره و سیر نمیشی؟ این به خاطر اینه که بدنت یه سری مواد غذایی رو کمبود داره و با تغییر تو رژیم غذایی که با توجه به نیازهای بدنت، میزان کالری و مواد غذایی در دسترست انتخاب میکنی میتونی این مشکل رو برطرف کنی. تو مصرف غذاهای سالم باید 2 نکته رو رعایت کنی. اولیش استفاده از مواد غذایی با تب گرمه. در کل برای اینکه لاغر کنی یا بدن چربی ذخیره نکنه بهتر از مواد غذایی که تب سردی دارن کمتر استفاده کنی، چون باعث خوب هضم نشدن غذا میشه و هم باعث ذخیره چربی میشه. مثلا به جای سالاد سبزی بخوری و سبزی‌هایی مثل ریحون، کرفس، جعفری، ترخون، نعنا، گلپر، رازیانه و گزنه، زنجبیل، پیازچه و زیره در مواد غذایی که تب سردی دارن استفاده کنی. به جای ماست از ماست چکیده و موسیر و کره استفاده کنی. حبوبات و آجیل‌ها هم تب گرمی دارن. دومین مورد استفاده از ویتامین ها و مکمل هاست. ویتامین های گروه B برای اطمینان از عملکرد صحیح سلول های بدن اهمیت دارند. اونا به بدن کمک میکنن تا غذا به انرژی تبدیل بشه و در ساخت و تولید سلول های جدید خون نقش دارن. منابعش شامل سبزیجات برگسبز، حبوبات، آجیل‌ها، دانه‌ها و غلات کامله. مورد بعدی ویتامین C. ویتامین C یه آنتی اکسیدان قویه که از سلول‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد محافظت میکنه. منابعش پرتقال، توت فرنگی و کیوی و سبزیجات برگسبزه. مورد بعدی ویتامین D. ویتامین D با ایجاد افزایش جذب کلسیم و فسفر از روده‌ها و کاهش دفع از کلیه به متابولیسم استخوان‌ها کمک میکنه. منابعش ماهی چرب، تخم مرغ، شیر و محصولات لبنیه. مورد بعدی ویتامین E. ویتامین E به جلوگیری از دست دادن آب از پوست و حفظ رطوبت طبیعی پوست کمک میکنه. منابعش شامل آجیل‌ها، دانه‌ها، سبزیجات برگسبز و روغن‌های گیاهیه. آخرین مورد مواد معدنیه مثل کلسیم، فسفر، منیزیم و آهنه. منابعش هم شامل سبزیجات برگسبز، حبوبات، آجیل‌ها، غلات کامل، دانه کنجد، دانه آفتابگردون، شکلات تلخ، محصولات لبنی، سویا، تخم کتان، عدس، لوبیا سفید و پروتئین و جگر گاوه. بعد از مصرف غذاهای سالم میرسیم به پخت و تهیه غذاهای خانگی. غذاهای خانگی باعث کاهش مصرف کالری میشه و میدونی که از مواد اولیه سالم استفاده میکنی. سبزی پلو، قیمه، کباب کوبیده، کباب برگ، دم پختک، حلیم گندم، آش شعله قلمکار، اشکنه، آبگوشت، کوفته ریزه، فلافل نخود، فسنجون، خوراک لوبیا قرمز، شامی، دلمه بادمجون، تاس کباب، کوکو سبزی، کله جوش و خاگینه غذاهایی که مفیده. سومین مورد مصرف آب مناسبه. حداقل 8 لیوان آب روزانه باید بنوشی تا به کاهش وزن کمک کنه و همچنین سلامت عمومی بدن تو هم حفظ کنه. چهارمین مورد خواب کافیه. خواب به تنظیم هورمون‌ها و کاهش استرس و ریکاوری کمک میکنه. در نتیجه باعث لاغری میشه. ششمین مورد ورزش روزانه است. حداقل 40 دقیقه ورزش کن تا چربی‌های اضافت رو بسوزونی و وزنت رو کاهش بدی. ورزش بهت در رسیدن به تناسب اندام کمک میکنه. در ادامه چند نمونه از بهترین ورزش‌های لاغری رو بهت میگم. اولیش طناب زدنه. طناب زدن یکی از بهترین ورزش‌ها برای لاغریه. ورزش خیلی ساده‌ایه که میتونی تو خونه هم انجام بدی. دومین مورد شناه. شنا یه ورزش کامل برای لاغریه. با شنا در استخر میتونی کالری‌های زیادی بسوزونی و سایز دور کمرتو کاهش بدی. سومین مورد پیاده رویه. پیاده روی یه ورزش خیلی راحته
و باید به این صورت باشه که حین پیاده روی کردن سرعت ضربان قلبت اونقدر بالا بره که به جز نفس کشیدن فعالیت دیگه‌ای مثل حرف زدن نداشته باشی. اینجوری بهت در چربی سوزی و تقویت سیستم قلبی عروقیت کمک میکنه. یوگا مورد بعدیه. یوگا علاوه بر لاغری به تقویت عضلات، افزایش انعطاف پذیری و کاهش استرس کمک میکنه. مورد بعدی پیلاتسه. پیلاتس یه ورزش برای تقویت عضلات اصلی بدنه. با انجام پیلاتس میتونی به تناسب اندام برسی. تمرین با وزنه آخرین مورده. تمرین‌های قدرتی با وزنه برای لاغری و افزایش عضلات مفیده. پنجمین مورد اینه که آهسته و با آرامش غذا بخوری. از غذا خوردن با عجله خودداری کن. اینجوری حین غذا خوردن هضم شروع میشه و غذا جذب میشه و زودتر بهت احساس سیری دست میده. و در آخر بهتره یه رژیم لاغری مناسب داشته باشی که من رژیم فستینگ که خیلی راحته رو بهت میگم. رژیم فستینگ یا روزه‌داری متناوب یه رژیم تغذیه‌ایه که بر اساس تنظیم دوره‌های مصرف غذا و روزه‌داری انجام میشه. تو این رژیم شما در بازه زمانی مشخصی خوراکی‌هایی رو مصرف می‌کنی و در دوره‌های دیگه از خوردن خودداری می‌کنی. این روش به مدیریت وزن کمک می‌کنه و همچنین به بهبود حساسیت به انسولین، کاهش خطر بیماری‌های مزمن مثل دیابت نوع 2، بیماری‌های قلبی، اختلالات عصبی مرتبط با سن، بیماری‌های التهابی روده و بسیاری از سرطان‌ها، حتی بیماری‌های مثل استرس، آسم هم کمک می‌کنه. چند نوع رژیم فستینگ داریم. اولیش رژیم 12-12. ساده ترین مورد فستینگ و مناسب مبتدیاست. باید هر روز یه روزه 12 ساعته بگیری. روزه گرفتن به مدت 12 ساعت در روز میتونه باعث بشه که بدن ذخایر چربیشو به انرژی تبدیل کنه که نتیجه این اتفاق آسون کردن مسیر کاهش وزنه. مدت روزه‌داری نسبتاً کمه و بیشتر روزه‌داری در طول خواب اتفاق میفته. مثلا از ساعت 7 غروب تا 7 صبح روز بعد فست کنی. دومین مورد رژیم 16-8. تو این روش 16 ساعت روزه‌داری میکنی و 8 ساعت غذا خوردن داری. تو این فصل معمولا شامت رو تا ساعت 8 تموم میکنی و بعدش صبحونه روز بعدت رو هم هضم میکنی تا ظهر که دوباره غذا بخوری، یا اینکه ساعت 6 آخرین وعده غذایی تو بخوری، از اون ور هم صبحونه بخوری هم نهار. مورد بعدی رژیم 5-2. تو این روش در 5 روز هفته به طور عادی غذا میخوری و در 2 روز باقی مونده کالری دریافتی رو تا حدود 500 تا 600 کالری کاهش میدی. مثلا روزهای دوشنبه و پنجشنبه رو روزه بگیر و در روزهای دیگه به طور منظم غذا بخور. حواست باشه که روزهایی که فست میکنی پشت سر هم نباشه. مورد آخر رژیم ایت استاپ ایته، یعنی بخور نگهدار بخور. این یه روش دیگه برای فست کردنه که شامل روزه گرفتن یه روز در میونه. این روش به این صورته که یک روز در میون کامل فست میکنی. در روزایی که فستی کالری دریافتی خودت رو تا 500 کالری کم میکنی، ولی در روز بعدی که روزه نیستی مصرف غذا آزاده. رژیم فستینگ در کنار همه این فوایدی که داره میتونه عوارض ناخوشایندی هم داشته باشه. میتونه باعث گرسنگی، خستگی، بیخوابی، تحریک پذیری، کاهش تمرکز، حالت تهوع، یبوست و سردرد بشه که اکثر این عوارض جانبی در عرض 1 ماه از بین میره. اگه به درستی فست نکنی ممکنه دریافت ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیازت با اختلال مواجه بشه. فستینگ در صورت اجرای نامناسب، بسیار طولانی یا افراطی میتونه خطرناک باشه. فست به مدت خیلی طولانی ممکنه باعث کم‌آبی بدن یا سوء تغذیه بشه. رژیم فستینگ با اینکه برای بسیاری از افراد بی خطره، اما برای همه مناسب نیست. حذف وعده‌های غذایی برای افراد زیر 18 سال، کسایی که سابقه اختلال در تغذیه دارن، مادران باردار یا شیرده توصیه نمیشه. در طول فستینگ چه چیزایی میتونیم بخوریم؟ در طول دوره ناشتا تنها چیزی که میتونی بخوری آب، چای سبز، قهوه سیاه یا چای سیاه بدون شکره.
و در بقیه مواقع میتونی از میوه ها مثل سیب، موز، انواع توت، پرتقال، هلو، گلابی استفاده کنی. توی سبزیجات از کلم بروکلی، گل کلم، خیار، گوجه و سبزیجات برگدار استفاده کنی. توی غلات از جو، گندم و برنج استفاده کنی. توی چربی‌های سالم روغن زیتون و آووکادو و توی منابع پروتئین هم از تخم مرغ، ماهی، حبوبات، گوشت، مرغ و آجیل. مهمه که در طول اجرای رژیم فاستینگ تغذیه مناسب و متعادل رو رعایت کنی و از کمبود مواد مغذی اجتناب کنی.